دقیق و بی‌طرفانه. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM. سلام، صدای ما را از رادیوی امروز میشنوید. مولا رجب یوسفی هستم با تازه ترین خبر و گزارش های امروز. ساعت در دوشنبه 8. رهبری چچنستان رمضان قادیروف با پیشگویی سیاستشناس گلیب پاولوسکی که او را از جایگزین‌های احتمالی پوتین در آینده خوانده است پاسخ داد. گلیب پاولوسکی روز 7 ایول در صحبت با شبکه تلویزیونی دوژ قادیروف را از داوطلبان اصلی کرملین عنوان کرد. بعد 1-2 سال مسئله نظارت به پاکت کرملین مطرح می شود و به نظر من رمضان قادیروف از داوطلبان اصلی خواهد بود، گفت پاولوسکی. رهبری چچنستان توسط پیام‌رسان تلگرام به پاولوسکی پاسخ داد و گفت همه متفکران دروغین که در مسئله رهبری آینده کرمل نظر می‌دهند باید یک نکته را از یاد کنند که مأموریت کرمل خوجاین دارد. خوجاینش پرزیدنت پوتین است و ما عسکران پیاده او هستیم. دادگاه مسکو روز 8 آگوست تطبیق قرار درباره دپورتاسیون خبرنگار نشریه نوای گازتا علی فیروز به ازبکستان را منع کرد. علی فیروز به نقض قانون‌های مهاجرت روسیه متهم می‌شود. دپورتاسیون ژورنالیست تا انجام بررسی عریضه او در دادگاه اروپایی حقوق بشر تطبیق نمی‌شود. دانیل خیموویچ وکیل دفاع خبرنگار از حکم دادگاه اظهار خرسندی کرد و گفت حکم دادگاه معنی آن را دارد که نورماتوف به ازبکستان اخراج نمی‌شود. این خیلی خوب است. علی فیروز روز 1 آگوست با اتهام نقض قانون مهاجرت در مسکو بازداشت شد. روز 1 آگوست دادگاه بسمانی قرار کرد که روزنامه‌نگار به ازبکستان اخراج شود. علی فیروز میگوید او نمیتواند به ازبکستان برگردد زیرا او را به همکاری با سازمان‌های تروریستی متهم می‌کنند. نمایندگان گروه با نفوذ شیعه های عراق در بغداد گفتند که دست کم 40 سرباز این گروه در پی حمله از طرف سوریه کشته شد. شیعه ها در این حمله از نیروهای آمریکایی دامنگیر شدند. نماینده ائتلاف تحت نظر ایالات متحده آمریکا سرهنگ نیروهای پیاده نظام رایان دیلان این ادعا را رد کرد. نماینده میلیس احمد المخصوصی گفت روز دوشنبه نیروهای آمریکا با پایگاه آنها در ناحیه جمون از توپخانه‌ها تیر گشودند. این قلمرو در 12 کیلومتری مرز عراق جایگیر است. نمایندگی میلیس ادعا کرد که به دنبال حمله از توپخانه‌ها هجوم جنگانی گروه دولت اسلامی نیز آغاز شد. مخصوصی گفت که از 40 کشته شده 30 نفر سربازان او بودند. شیعه‌های عراق با پشتیبانی ایران در جنگ با نیروهای صادق پرزیدنت بشار اسد کمک می‌کنند. دو ساکن ناحیه مرغاب برای تبلیغ عقیده‌های افراطی در میان ساکنان ناحیه به 5 سال زندان محکوم شدند. طبق حکم دادگاه که نسخه آن روز 8 آگوست به دست ما رسید، منبتقولوف و اسانوف در جمهوری قرقیزستان عضو سازمان ممنوع جماعت تبلیغ شده برای تشویق عقیده‌های افراطی به مرغاب برگشتند. دادگاه گفت در جریان محاکمه محکوم شده ها گفتند که ساکنان مرغاب از اسلام دور شدند و باید با تشویق دوباره آنها را به اسلام اصل برگرداند. جماعت تبلیغ یک سازمان مذهبی است که با حکم دادگاه عالی تاجیکستان فعالیتش در حدود کشور از سال 2009 ممنوع اعلان شده است. زمین لرزه 5.3 درجه استراحتگاه سر آدم بادروم واقع در ساحل بحر میانه زمین را تکان داد. مرکز زلزله در 14 کیلومتری بادروم قرار داشت. در این باره مرکز آموزش گیولوژی آمریکا خبر داد دایر به تلفات گزارش نشده است. آژانس مدیریت حالتهای فوق‌العاده ترکیه گفت که زمین لرزه ساعت 11 صبح سه شنبه به وقوع پیوست. بادروم از استراحتگاه دوستداشته ترک‌ها و خارجی هاست. ماه گذشته زمین لرزه قوی 2 نفر را در جزیره استراحتی کاس به هلاکت رساند و مهمانان را ترساند. ماه ایون زمین لرزه دیگر با نیروی 6.3 درجه در ساحل‌های غربی ترکیه به وقوع پیوست جزیره‌های یونان و لسبوس و بناها را از ولایت ازمیر تا افینا تکان داد. نشر دیدگاه‌های مختلف و متضاد 107.4 FM. اگر ارزش دلار از مرز پیش بینی کرده حکومت تاجیکستان بیرون نشود، قرب 1 دلار آمریکایی در سال 2020 در سطح 10 سامانی قرار خواهد گرفت. این قرب دلار پیش بینی وزارت رشد اقتصاد و سودا است که با قرار حکومت تاجیکستان تصدیق شده است و در 3 سال آینده همه نهاد و وزارتخانه‌های بلاک اقتصادی تاجیکستان از روی آن فعالیت خواهند کرد. در این باره همکار ما عبدالله اشرف تفصیلات بیشتر می‌دهد. وزارت رشد اقتصاد در گزارش نوشت تحت عنوان پیشبینی نشان دهنده‌های اساسی ماکرواقتصادی تاجیکستان برای سالهای 2018-2020 مهمترین نشاندادهایی را که باید جمهوری به آن در این مدت نائل شود معین کرده است. در این دورنامه گفته می‌شود که قرب 1 دلار در سال 2018 به 9 سامانی، سال 2019 به 9 سامانی و 40 درم و در سال 2020 به 10 سامانی برابر خواهد شد. اما این پیشبینی وزارت رشد اقتصاد و سودا بر پایه چند اگر تهیه شده است. با عباره دیگر قرب دلار در شرایط در چنین سطح قرار خواهد گرفت که تاجیکستان صادرات 2 محصولات اساسیش پخته، آلومینیوم
میوه‌جات و سبزیجات و اینچنین نیروی برق را به خارج زیاد کند. دورنما و پیشبینی این است که در سال 2020 تاجیکستان باید از فروش نیروی برق $120 میلیون، از آلومینیوم $420 میلیون، از پخته $150 میلیون سود بگیرد. این درآمدهای کشور با اسعار خارجی برای نگاه داشتن قرب سامانی نقش کلیدی خواهند داشت. هرچند معلوم نیست آیا تاجیکستان در 2 سال آینده به این نقشه‌اش نائل می‌گردد و یا نه، اما تحلیلگران میگویند قرب سامانی از عامل‌های دیگری بیرون نیز وابسته میباشد. ناظم اشانقلوف اقتصاددان مرکزی مرکاتوس در دانشگاه جورج میسن آمریکا روز 7 آگوست در صحبت گفت عین زمان قرب سامانی از ارزش واقعیش بلندتر است، چون به گفته او گردش سودا در تاجیکستان منفی است، یعنی ما خیلی بیشتر از آنی که مال صادر میکنیم مال وارد میکنیم، بنابراین هنوز هم سامانی از نرخ اصلیش گرانتر است، افزود او. اشانقلوف میگوید در صورت بدتر شدن وضع اقتصاد روسیه و یا بالا رفتن معیار بازتمویل اداره فدرالی خزینه‌داری آمریکا، ریسک استوار شدن قرب دلار و پایان رفتن سامانی وجود دارد. اما بانک ملی میگوید سامانی حالا به اصطلاح آزادانه شنا میکند و قرب آن هر روز بر پایه داد و ستدها در بازار بین المللی فورکس تا ساعت 16 هر روز معین کرده می شود. در 3 سال اخیر قرب دلار در تاجیکستان به تدریج تا 30% بالا رفت و عین زمان در سطح 8 سامانی و 80 درم قرار دارد. پرواز قرب دلار به خصوص در نیمه دوم سال 2014 و نیمه اول سال 2015 مشاهده شد. در ماه می سال 2015 رئیس و تمام معاونان بانک ملی برکنار شده و رهبریت نوی بانک سیاست شدید را برای تنظیم وضع بازار اسعار روی دست گرفت. ابتدا در راه فعالیت صرافان خصوصی در کشور محدودیت‌های شدید جاری شده. از 1 دکمبر سال 2015 صلاحیت مبادله اسعار خارجی را پورا به اختیار بانک‌ها گذاشتند و نقطه‌های خصوصی مبادله اسعار را از بین بردند. عبدالله اشورو بود که در بالای پیشبینی قرب دلار در سالهای آینده گزارش میداد. یک ساکن ناحیه فرخار طبیبانی را که به گفته‌اش باعث مرگ همسر و طفل به دنیا نآمده اش شدند در بی‌مسئولیتی متهم کرده از بالای آنها به دادستانی شکایت کرده است. مهربان بوریوی 25 ساله میگوید پزشکان محلی نتوانستند همسر 22 ساله آبستنش را سری وقت تشخیص و از مرگ او جلوگیری کنند. این ساکن ده دوست ناحیه فرخار میگوید همسرش 1 ماه پیش با طفل 8 ماهه در بطن درگذشت. سروی روح الله گزارش را ادامه می‌دهد. این هم صحبتی ما ادعا دارد که بیماری همسرش گلبهار حالتوی 22 ساله که از روز اول حامله‌داری زیر نظارت پزشکان محلی قرار داشت و پیوسته از تشخیص می‌گذشت تنها پس از 8 ماه و آن هم زمانی مشخص شد که کار از کار گذشته بود. مهربان گفت وقتی همراه با همسرش به دوشنبه به مهمانی می‌آمد وضعیت او در راه بد شد و او را به تولدخانه رقم 1 پایتخت برد. طبیبان در دوشنبه مشخص کردند که گلبهار گرفتار بیماری هپاتیت B و S است. بیماریه که به گفته طبیبان باید در هفته‌های اول حامله‌داری تشخیص و مشخص می‌شد. به گفته این همصحبتی ما بعد از آن که در تولدخانه رقم 1 بیماری همسرش معاین شد، او در حالت بیهوشی افتاد و طفلی بطنش مرده تولد شد. وقتی خواستند جراحیش کنند الکی دیر شده بود، چون پس از 2 روز فوت کودک همسرش هم وفات کرد. دیگرانی اویلم امروز بود میشتند قدردانی که من می‌فهمیدم که همون کارو می‌کردن هم بود می‌فهمیدم که نو راش می‌فهمیدن یا دو بار آنالیز کردگی من کردن نیست. این ساکنی فرخار میگوید دعوای اصلیش این است که پزشکان محلی بی‌پرواگی یا اشتباه کاری خود را اقرار نمی‌کنند و باید از حق تلاشی شهروندان در این راه سبق گرفته در انجام وظیفه خود مسئولیت بیشتری احساس نمایند. در بیمارستان مرکزی ناحیه فرخار خانواده شوهر این زن را در وفاتش مقصر می‌دانند. رجب علی قربانوف سردختر بیمارستان مرکزی ناحیه فرخار در صحبت گفت گلبهار حالت و در 2 مورد باری اول با درد گرده و مرتبه دوم با بیماری درون روی به بیمارستان مراجعت کرده است. با تاکید سردختر بیمارستان مرکزی ناحیه فرخار بار دوم که گلبهار حالت و با بیماری سرایتی درون روی به بیمارستان مراجعت کرد، خانواده شوهرش اجازه بستری کردن او را ندادند و تنها با داروهای فرموده دکتران او را در خانه تبابت کردند. سبب فوت اکسترن یا که فوری شدن او هپاتیت شدن نمیتوند، برای که اکثریت آدم‌ها هپاتیت دارد با مدت میگردد. در همون دوره اوید گازا که گرده تبابت گرفته بوده، دکتر تبابتی اوید گرده و همین چیزا تبابت کرده است. اوید هپاتیت باید در مرکز سلامتی ریپروداکتیوی
از تحلیل هپاتیت میگذشته بود. شیرعلی رحمت‌اللهیف سردار ریاست تشکیل خدمت‌رسانی طبی و مادر و کودک وزارت تندرستی در صحبت گفت در رویخط مادران ففدیده اسم گلبهار حولاتова و همسر مهربان بوریف نامنویس شده است و حالا برای روشن کردن حادثه پاسخ دادستانی را انتظارند. گزارش سرویناز روح الله را شنیدید. صحیفه ما را در یوتیوب با نام آزادی ویدیو مشاهده کنید. آزادی ویدیو نمای از واقعیت‌های روز است. شما خبر و گزارش‌های رادیو آزادی را روی موج 107.4 FM در پیشنهاد من مولا رجب یوسفی شنیدید. تفصیلات بیشتر این مطلب‌ها را می‌توانید در این سراغ azadi.org بخوانید و تماشا کنید. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM